شام 12 اپریل سال 2023 در یک ساختمان در شهر شربینکا که در جنوب مسکو جایگیر شده به افزای ماموری نوای مسکو داخل می شود تیرپرانی به وقوع پیوست. در جریان آن یک کارگر از تاجیکستان تیر خورده است. در این باره معاون سردار ریاست اطلاعات سرایست کارهای داخلی شهر مسکو اکاترینا گوز خبر داد. رسانه‌های روسیه خبر دادند که نفر تیر خورده الیشر خولوف نام کارگری از تاجیکستان بوده او را در بیمارخانه بستری کردند. بنا به خلاصه‌های مقدماتی مردکار تاجیک را از پایش با تفنگچه تروماتیکی زخمی کردند. بنا به گزارش نشریه روسی ایزوستیا در پی این تیربرانی در نوای مسکو 14 نفر را از جای حادثه به شعبه پلیس شربینکا آوردند. در ویدیو نشر شده از شعبه پلیس دیده می شود که یک گروه مردان جوانان ظاهرا مهاجران کاری در قسم نوبداری پلیس ایستادند. بنا به اطلاع ایزوستیا 4 اشتراکچی دیگر مناقشه از جمله نفری که به سوی مردکار تاجیک تیر خوری کرده بود از جای حادثه با ماشین جیپ تمغه پورشه کاین فرار کردند. در شهر و ولایت مسکو برای بازداشت جنایتکاران عملیات پرخوات اعلان شده است. بنا به اطلاع پیشکی همه آنها می توانند مسلح باشند و از این رو به کارمندان پلیس مسکو توصیه دادند که برنجرک بپوشند. بنا به معلومات دریافتی ایزوستیا این ماشین پورشه به نام موسو نامزاده جمهوری انگوشستان روسیه ثبت شده است. رو نیوز 24 خبر داد که از روی رقم‌های ماشین معاین کردند که این ماشین جیپ به صاحبکار 28 ساله از انگوشستان تعلق داشته. این صاحبکار که پول سوارته ماشین را پرداخت نکرده است صاحب یک شرکت ساختمانی بوده است. بنا به برخی منابع مناقشه در شهر شربینکای نوای مسکو که به تیرپرانی پیچید بین کارگران و سرکار یعنی بریگادیرشان به سر معاش سر زده است. گفته می شود کارگران از سرکار طلب کردند که مسئله پرداخت معاش آنها را حل کند ولی بحث آنها به تیرپرانی انجامید است. تفصیلات دیگر تیرپرانی در نوای مسکو فعلا در دست نیست.